خب بسم الله الرحمن الرحیم. اینم یه فیلم جدید براتون گرفتم. 3 تا کانال اجرا کردیم توی وزارت جهاد کشاورزی که با 3 روش مختلف این لایه ها رو به هم دیگه پیوند دادیم. بعد زیر لایه ها رو با ژئوممبران همینطوری که میبینید پوشش دادیم. زیر ژئوممبران هم از این لایه های تخم مرغی گذاشتیم که بتونیم نشت و اندازه بگیریم. 3 سال پیش اجرا شده. اون تخته‌ای هم که میبینید وسیله‌ای بود که ما بتون پارچه‌ای رو روی خدمت شما عرض کنم که کانال حرکت میدادیم و اتو میکردیم و میخوابوندیم کف کانال. نتیجه کار خیلی نتیجه مطلوبی بوده و هدف از این کار بحث اندازه‌گیری نشت بتون پارچه‌ای بود که خیلی خوب جواب داد. 3 تا کانال همینطوری که میبینید. این کانال اول، بذارید من از کانال رد بشم. این یک کاناله، اینم یک کاناله، اونم یک کانال با 3 تا روش مختلف. همونطوری که میبینید بتون پارچه‌ای هیچ آسیبی ندیده، کاملا